سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به یک ویدیو دیگر و مطمئن هستم که تیک تاک خیلی هایتون به همچین مشکلی برخورده، ولی نگران نباشید. امروز در این ویدیو براتون نشان میدم که چگونه میتونید این مشکل را دوباره حل کنید تا بتونید مثل قبل از تیک تاکتون استفاده کرده و بدون ارور و مشکل از تیک تاکتون استفاده بکنید. دیگه حالا فرق نمیکنه چه داخل ایران باشید و یا هم داخل افغانستان باشین. دیگه این مشکل را امروز برایتون حل کردم. ویدیو رو تا آخر با دقت تماشا کنین و یادتون نره که کانال یوتیوب اکبری تک را حتما سابسکرایب نمایید. ولی مشکل اصلی اینجاست دوستا که اکانتی که حتی با لوکیشن آمریکا هم نیست، از خیلی ها به همچین مشکل برخورده. خب دیگه ویدیو را به دقت تماشا کنین. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان عزیز، در قدم اول میایم داخل تیک تاک خود و از بالای تیک تاک خود فشار دادن میگیریم و بعدش با همچین یک صفحه روبرو میشیم. در اینجا بالای گزینه کلیر دیتا میزنیم، کلیر کیج و کلیر آل دیتا را دو تا گزینه را از قسمت کلیر میکنیم و بعدش وقتی دو تا گزینه را از اینجا کلیر کردیم دوستان عزیز، در بخش نوتیفیکیشن میزنیم و تمام نوتیفیکیشن ها را از قسمت آن میکنیم و میایم در قسمت پرمیشن بالای اپ پرمیشن میزنیم و در اینجا بالای گزینه کامرا پرمیشن بالای ask every time امی گزینه را انتخاب میکنیم و بعد از اون میایم بالای گزینه کانتکت و ایره هم بالای الاو میزنیم دوستا. سفر اسکرول میکنیم، بالای گزینه لوکیشن میزنیم و از این قسمت دوستان عزیز بالای گزینه allow only while using this app امی گزینه را انتخاب میکنیم. در اینجا بالای گزینه میکروفون میزنیم دوستان عزیز. دیگه ایرم بالای گزینه الاو کلیک میکنیم دوستان عزیز و بخش فوتو اند ویدیو را هم بالای الاو میزنیم دوستان و وقتی تمام اینها را انجام دادیم دوستان عزیز، میایم بالای فیلتر شکن خود. در اینجا یک تا فیلتر شکن هست به نام سن وی پی ان، دیگه داخل کانال تلگرام من هست و همچنین میتونید این برنامه را از فروشگاه موبایلتان هم به دست بیارین. دیگه از اینجا گزینه اول یعنی کشور کانادا را انتخاب میکنیم، لوکیشنش سرور فیلتر شکن خود به لوکیشن کانادا وصل میکنیم دوستان عزیز. خب عزیزان دل کمی منتظر میمونیم تا فیلتر شکن ما به کشور کانادا وصل شود. میبینید که وصل شد. حالا میایم تیک تاک خود از این قسمت باز میکنیم، بالای تیک تاک خود کلیک میکنیم و باز هم یک بار به همچین ارور بر میخوریم. فقط یک بار صفحه را ریفرش میزنیم، میبینید که اکانت ما باز شد به همین راحتی و الان فیلم اگر بخوایم سعی کنیم هم میتونیم و اگر بخوایم اکانت خود داخلش باز کنیم هم میتونیم دوستان عزیز. خب من اکانت خود داخلش باز میکنم. دیگه خودتون هم در اینجا مشاهده میکنید که من اکانت ما فعلا خوب کار میکنه. دیگه اصلا نیاز نیست که من دوباره اکانت خودم آپدیت کنم از این گپا. دیگه بخش فالوور را چک کنیم دوستان، دیگه بخش تنظیمات را چک کنیم، تمامی گزینه ها در اینجا کار میکنه و هیچ مشکلی هم نداره. با همین راحتی میتونید مشکلتون حل نمایید.